این زنان از جماعت دهات و نام عبدی عوض در ناحیه وسیع برای جشن گرفتن عید نوروز آماده میشوند. آنها لباسهای ملی میپوشند که خاص بهار و نوروز میباشد. لباس ملی زنان را باز هم زیبا میگرداند. ممکن همین سبب باشد که زنان فصل بهار را بصبرانه انتظار میشوند. ما دیگه نمیدونم برای خودم ما امی یکمی امی ینور ولی فوریه نودر اومده ما هم قد تیاری میبینم که خیالم که امی یک روز هفته میکنه ما امروز روز برای مرا نوروزه ما خود دیگه امی تیاریم هست دویم که امی خداوند تیزتره کمی با روزای امی چیشه بیوره نیکه بیوره و پروردگار امی در روز نوروز همه آدم خوشبخت باشن گفته و خدمت خوشبختم دویم میفورم خوشبخت باشم خیلی نوروز هم خیلی پیشواز میگیرم میگم دویم همی آدم وقت چون خوش باشن در نوروز زیق نباشن. نزد این زنان چادر و بالیش کوکل و دیگر چیزهایی که خاص ملی هستند زیاد گذاشته شدند. جهاز عروسی را همه اینجا دیدن ممکن است. از روی معلومات در منطقه کلوب تا سالهای 90 دوم عصر گذشته سوزانی چادر عروسی در جهاز عروسی از همه مهم سوبیده میشد. دختران حتما هنر گلدوزی را از خود میکردند. سوزانی چادر عروسی پر از نقش و نگار مدتی دراز 2 و 3 سال زیاده از آن هم با نوگ یک سوزن دوخته میشد. عروس به چادر عروسی و دیگر گلدوزی ها به خانه داماد نمیرفت. دختر این سوزانی از دختران صبر و طاقت را طلب میکرد. امروز باشد دختران چادر و گلدوزی نمیدوزند. بین زنان هنرمندانی هستند که گلدوزی سوخته تیار مینمایند و همین طور عنعنه‌های گذشتگانمان دوام می‌یابد. همه یعنی بازم یعنی دستی مزدی دستی خودمون خونه ده استفاده میبریم نقش میدوزیم سودا میکنیم خیلی زندگیمون نقص پیش برده میتونیم ایامی حسابی مهنت خودمون قلم میکشم تکسری میدوزم توق میدوزم رفیده آستینچه کلتکچه هم چیزی که در همی زنی تاجیک مهیا باشه همه همی هنر ما استفاده میبرم بعضا همی همه همی با خوراکای ملی را میپزم چپاتی کلچه آشی توپه بریده قروتو همه همی چیزای ملی که در همی نوروزی جشن گرفته میشه ما همی را استفاده برده میتونیم ما باید که همی هنر را داشته باشیم زن تاجیک همی هنر میشناسند برای خوش گذشتن حیات اولوی باشد که امروز عروسان را پوشهای برای بالیش رنگارنگ را انتخاب می نمایند و بالای آن را سوزنی هم می دوزند. در دهه واسی آباد خاله عزیزما باشد در برابر دوختن سوزنی هنری بافندگی هم دارد. او کلاپوشهای زیبا برای کودکان و ژاکت‌های زنانه می بافد. بافته های خاله عزیزما به زنان گرمی بخشیده آنها را از سردی های زمستان نگاه می دارد و به بهار و نوروز صحت و سلامت می رساند. چکندوزی میکنم نه چی اینایی لباسای ملی میدوزم دسترخوان میدوزم قراقی انا رفیده آستینچه میدوزم همین چیزای ملی را میتونم دوختم هرچند که خودم در فرهنگم کار میکنم بعد همین چیزای ملی را دوست میدارم خوراکای ملی را خودمانی دوست میدارم مثال قروتو شیر برنج اوتله میده قروتو امیور خدمم کم میتونم نکی در می چورابینیون استفاده میبرم. در منطقه کلوب در گذشته زنان لباسهای دیگری هم میدوختند که خاص بهار و نوروز بودند. ما اینم تکسری میدوزم کلپچه میدوزم قروق میکنم همه جمعه میدوزم اشترو میکنیم همه عروسا و کلپچه هم فیرانون میکنم همه خدمت میکنیم دیگه ایدسمون قکار میکنیم کلپچه قروق میکنیم تکسری قروق میکنیم جمعه میدوزیم او جمعه میره با خدمون گلکوره فرمای تاجیکی اطلس که در بهار دخترکا عروسان میپوشن چنون رنگ و رنگ هست به مانندی 7 رنگ که در بهار و در آسمان نوری خود رو میپوشد چنون زیبا میتابد به مانندی اطلس. برای همین میخواهم که لباس های ملی رو دردوزی های ملی رو زردوزی چکن این از چپ هم پیر شده باشم دلم جوان است. میخواهم که با گواره ها با کلانا با خردسالان سرکار برم چیزای ملی رو
از ما بین نبرند. در برابر ببر نمودن لباس ملی نوروز با رقص و سرود زیبنده است. زنان دهه واسع آباد هم سرود میخوانند و هم میرقصند. ای کتا چکندخته گلزه بی چمندخته در صحنه تو میرقصی مست میکنی دخته در صحنه تو میرقصی مست میکنی دخته. رقص و سرودهای ملی رو به حد دوست می‌دارم. هر شب من با نبیرگانم رقصهای ملی رو به آنها نشان میدهم. با همین رقصهای با کتای تاجیکی ملی چکن به حد زیبا است. در دنیا برای خوابانیدن طفل هر خلق انعنه بخصوص خاصی دارد. گهواره‌بندان انعنه مردمی تا امروز دیده می شود. در چنین معرکه ها سرود الله گلنوره با صدای آواز فارم می خواند. گواره ای سبزکی بالای دکانومه علیا علیا علایه علا بگومه بچم خوش برای علیا علیا علایه علا بگومه بچم خوش برای علیا علیا علایه در پیشکی بچم بلبلی خوش خانم علیا علیا علایه. یکی از انعنه‌های دیگر خلق تاجیک تیار نمودن طعام‌های گوناگون ملی روزهای جشن عید نوروز می باشد. قروتاب یکی از طعام‌های ملی است. آش بریده با استفاده از علف‌های بهاری تیار کرده می شود. شیربرنج هم طعام نوروزی است. این طعام‌ها را کدبانوها تیار می نمایند. تلره بر خواهر میده میده تا نیز شود دردی اوچم کنده کنده او تلای ما علفی بسیار دارده مزه شب چش خالت چی لحظه داره